دوستان سلام. خیلی خوشحالم که به کانال من تشریف آوردین. من سجاد شکرانی، فارغ التحصیل ارشد از دانشگاه شهید بهشتی هستم. توی این کانال قراره که از تجربیات زندگی شخصی خودم در طول چند سال تحصیلی که داشتم توی دانشگاه و مدرسه صحبت کنم برای شما. خب قطعا برای شما هم اتفاق افتاده که توی یک دورایی قرار میگیریم، به عنوان مثال بین این که ادامه تحصیل بدین یا وارد بازار کار بشین یا مسائل از این قبیل. خب این چیزایی هست که من خودم هم تجربه کردم. از قدیم گفتن که تجربه پدر علمه، و همین خاطر قراره که توی این کانال تجربیات شخصی خودم رو در اختیار شما بذارم تا شما بتونین مسیرتون رو بهتر پیدا کنین و کمکی به شما کرده باشم. پس با من همراه باشین. دوستان، موضوع اولی که میخوام برای شما صحبت کنم انتخاب رشته است. خب ببینید، انتخاب رشته خیلی اهمیت داره از چند جهت. مورد اول این که اگر شما انتخاب رشته‌ای که انجام میدین، اون رشته‌ای که توش تحصیل میکنین مورد علاقتون نباشه، توی سلیقه شما نباشه، خب قطعا شما چند سالی رو با اذیت شدن، با اذیت و آزار میگذرونید، چون شما میرین سراغ درسایی که بهش علاقه ندارین، محیطی که به اون علاقه ندارین و صرفا میخوان یه مدرکی بگیرین و این باعث میشه که شما هر روز بیشتر از دیروز پژمرده بشین و بیشتر اذیت بشین توی این مسیر. در نتیجه انتخاب رشته یک موضوعیه که خیلی مهمه و باید بهش اهمیت داده بشه، به خصوص توی این روزا که نتایج کنکور اومده و فرجه انتخاب رشته هست. چند تا دیدگاه و باور غلطی که وجود داره توی انتخاب رشته، اولیش اینه که به قول معروف جبر خانواده است. یعنی خانواده میگن چون پسر فامیل یا فلان و بهمان بودن که رشته پزشکی یا مهندسی میخونن، تو هم باید مهندسی بخونی، در حالی که علاقه تو توی چیز دیگه ایه. این اشتباه اولی هست که توی انتخاب رشته صورت میگیره. مورد بعدی جویه که توی جامعه به وجود اومده. به عنوان مثال جوی هست که میگن پزشکی یا دندون پزشکی خیلی شغل پرسودی هستش، به قول معروف پرستیژ داره یا مواردی از این قبیل، که باعث میشه فرد علیرغم اینکه علاقه‌ای به اون زمینه نداره و حتی بعضی وقتا استعدادی نداره، توی این مسیر قرار بگیره و فقط چندین سال خودش رو اذیت کنه و اون ثمر و سودی که خودش انتظار داره ازش رو نگیره و باعث میشه که بیشتر از همه عمر خودش تلف بشه و دوچار یک بی‌اعتماد به نفسی شدیدی بشه. یعنی شخص توی اون مسیر قرار میگیره، میبینه که نمیتونه اون کار رو انجام بده، به اون موفقیتی که باید نمیرسه، مورد انتظارش بوده و روز به روز اعتماد به نفسش کاهش پیدا میکنه و از اون به بعد یه سراغ هر کاری که میره با توجه به اینکه اعتماد به نفس پایینی داره نمیتونه موفق بشه. در نتیجه این دلیل دومی هست که معمولا توی انتخاب رشته اعمال میشه و نتایج تأسف‌باری رو همیشه شاهد هستیم. مثلا توی اطرافیان خودتون این موضوع رو دیدین. اما چند تا مورد وجود داره که توی انتخاب رشته اگر بتونید شما بهش بپردازین و دقت کنین و اولویت بندی کنین، خیلی بهتر میتونید رشته‌ای که توی اون میتونید موفق باشین رو انتخاب کنین. مورد اولی که باید بهش توجه کنین علایق و استعدادهای شماست. یعنی چی؟ ببینید شما یه وقتی هست که توی مسائل حفظی استعداد دارین، نه یاد گرفتنی مثل ریاضیات. خب اینطور مواقع اشتباه بزرگیه که شما برین سراغ رشته‌هایی مثل برق، فیزیک، مکانیک که اینا بیشتر یاد گرفتنی تا حفظ کردنی. یه مثال خیلی ساده است که دارم برای شما میزنم. یا علاقه‌ای که دارین، خب به عنوان مثال شخص بیشتر علاقه مهندسی داره، کار تو حوزه مهندسی و علاقه داره، ولی به اجبار به دلایلی که ذکر کردم میره رشته‌های تجربی یا علوم انسانی. خب این خیلی مهمه که شما بتونین علایقتون رو
دسته‌بندی کنین، استعداداتتون رو شناسایی کنین و بتونین مشخص کنین که چه استعداد و علاقه‌ای دارین و اولویت قرار بدین اینا رو. که راههایی که میتونین به این نتیجه برسین پرسش از خانواده هستش. ببینید از اونجایی که خانواده خب یک عمری با شما در ارتباط بودن، از استعداد و توانایی و علاقه شما آگاه هستن. در نتیجه اگر از اونا پرسش کنین قطعا به شما خیلی بهتر میتونن کمک بدن، راهنمایی بدن و یک خودشناسی بهتری رو برای شما داشته باشن. مورد بعدی میتونید از مشاورای تحصیلی و حتی مشاورای بالینی کمک بگیرید. به این صورت که خب شما توی یک شرایطی قرار دارین که توی این زمینه میتونین موفق باشین بر اساس اون توانایی که دارین. بر اساس مشاورایی که میتونین بگیرین شما میتونین بررسی کنین و ببینید که آیا توی این رشته‌ای که میخواین انتخاب کنین آیا موفق میشین یا نه. مورد بعدی اهدافیه که شما برای خودتون در نظر گرفتین. خب با توجه به اهدافی که در نظر میگیرین اون رشته شما اهمیت پیدا میکنه. انتخاب رشته لیست اولویت‌هایی که برای خودتون میچینید. خب یکی از این اهدافی که میتونه باشه اینه که وارد بازار کار بشین. چه رشته بازار کار بهتری داره، آینده بهتری داره از نظر شغلی. خب چه رشته‌ای هست که وارد خب بعضیا هستن میخوان وارد هیئت علمی بشن. بر اساس اون اهدافی که شما دارین باید تعیین کنین که چه رشته‌ای برای شما اهمیت داره. مسئله بعدی که خیلی مهم میشه موقعیت مالی هستش. خب یه وقتی از شما بعضی از رشته‌ها که انتخاب میکنین نیاز به یک ساپورت مالی حداقلی داره تا بتونین ادامه تحصیل بدین و تمام تمرکزتون رو روی اون کار بذارین، روی اون رشته بذارین. خب یه وقتی هست که متاسفانه حالا بعضا پیش میاد که شرایط مالی به صورتیه که نمیشه بعضی از رشته‌ها رو انتخاب کرد چون تمرکز 100% میخواد و در کنارش نمیشه فعالیت درآمدزایی داشت. خب این یکی از عواملی هست که خیلی مؤثره و باید به این قضیه هم توجه کنید. اما مورد بعدی که خیلی اهمیت داره اون محیط آموزشی و دانشگاهی هست که شما میخواین توی اون انتخاب رشته کنید. خب یه وقتی هست که شما میخواین انتخاب رشته‌ای که انتخاب کردین توی یک دانشگاه معتبری هست که خب چه عالیه و بر اساس اون رتبه‌ای که شما توی کنکور آوردین میتونین انتخاب کنید. اما یک وقتی هست که شما یک رشته‌ای رو مد نظرتون دارین ولی بر اساس اون رشته توی اون دانشگاه مد نظر شما اون رشته قرار نداره. خب اینجا این مسئله پیش میاد که آیا دانشگاه دیگه که این رشته رو دارن آیا جزو دانشگاه برتر هستن، رتبه‌های علمی خوبی دارن یا نه. خب این چیزیه که باید بهش اهمیت داده باشه. به عنوان مثال یک دانشگاهی هست که جزو چند تا دانشگاه تاپ ایران شاید نباشه ولی توی اون رشته که شما میخواین انتخاب کنین جزو چند دانشگاه برتر هست. اونجا قطعا شما باید اون دانشگاه رو انتخاب کنید. یه وقتی هم هست که شما یک دانشگاه برتر رو انتخاب میکنید ولی توی اون رشته مورد نظر آنچنان زبان زد نیست و جزو رتبه‌های اول محسوب نمیشه. در نتیجه شما باید به اون رشته و دانشکده‌ای که انتخاب میکنین هم توجه کنید. خب به عنوان جمع‌بندی باید بگم که شما زمانی که میخواین انتخاب رشته کنید بر اساس مواردی که بنده ذکر کردم مثل موقعیت شغلی، برنامه‌ریزی که توی آینده، اهدافی که دارین، موقعیت مالی خودتون باید بر اون اساس اولویت بندی، لیست بندی کنین و رشته‌های مختلفی که وجود داره رو انتخاب کنین تا به بهترین نتیجه ممکنی که برای شما امکان داره برسید. خب خیلی ممنونم که با من تا اینجا همراه بودین. اگر مطالب این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنین، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنین تا شما اولین کسی باشین که از ویدیوهای بعدی مطلع میشین. ممنونم. خدا نگهدار.